سلام دوستان، سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید و ما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید، البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کار سال گذشته اومده بودم، ساختمانچی‌ها قدی صحبت کردم. از بین ساختمانچی‌ها یک بچه که برآمد سرش را کاسکا سخنامه بود کنم. من گفتم ای بچه ما چو برآمدی تو سی چند میخونی؟ گفت من ساختمانچیم. رهبر شرکت گفت این ساختمانچی بهترین ما همه. باشد والا همینجا فیراتش کنین. امروز که جناب یاری من دانشجوی کورس سیمی دانشگاه پلیتکنیکی شده میخونم. احسن ننگ و ناموسی تاجیک بینین، نه ترسیده نه هراسیده در چنین انشاءات بزرگ کار کرده ای سال است. هر کس میکنه.